سلام دوستان، یکی از مواردی که مهم هست و حائز اهمیت توی بحث فروش ذهنیت فروشنده های شما نسبت به مشتری هاتون و ذهنیت شماست که ذهنیت فروشنده هاتون هم میسازه. پس به هیچ عنوان جلوی فروشنده هاتون، اگه کسب کاری دارید که فروشنده دارید یا اگه ندارید هم خودتون، پشت سر مشتری به هیچ عنوان حرف نزنید جلو فروشنده هاتون. و اگه خودتون هم هستی ذهنیتتون رو عوض بکنید. وقتی مشتری حالا مثلا شما میگین اذیت میکنه، 1 دقیقه 2 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه باز میکنه، میبنده، میخوام نمیخوام، این شکلیه اون شکلیه فلان بیسار، وقتی رفت با اخم و تخم شروع نکنید با فروشنده هاتون با هم پشت سرش دشنام بدید یا بگید بیشعور فلان کرد بیسار کرد و پشت سرش حرف بزنید. این ذهنیت فروشنده هاتون رو خراب میکنه. اینا کم کم ذهنیتشون شکلی میشه که وقتی کسی میاد باید حتما از ما بخره و اگه نخره ما حق داریم که نسبت بهش ناراحت بشیم. پس وقتی با یه مشتری مواجه میشن که مثلا بعد از چند دقیقه یا حالا چندین دقیقه نمیخره و یه جایی به نتیجه میرسن که این مشتری از همون هاست که حالا میذاره میره و نمیخره، از همونجا شروع میکنن تو دلشون بد و بیرا بگن یا ناراحتی بکنن. حتی حالا نمیخوان مشتری متوجه بشه، ولی خب این حسو قشنگ مشتری میفهمه از یه جایی به بعد که به قول معروف فروشنده های شما یا خود شما اصلا دیگه حس مثبتی ندارید و این تو رفتار و عمل شما تا یه حدودی نشون میده.